ترس از بوتاکس خیلی زیاد شده. همیشه بودن کسانی از مراجعینم که قبل از تزریق بوتاکس از یه چیزایی میترسیدن و ازم سوالایی میپرسیدن. ولی یکی از ادعاهایی که این روزا میشنوم و خیلی نادرست و خنده داره اینه که خیلیاشون میگن بوتاکس وارد مغز میشه و باعث فلج مغزی میشه و حتی بعضیاشون میگن بوتاکس باعث کوری میشه. این یک ادعای ناقص و ناکامله. اینکه اون چیزی که باعث کوری میشه فیلر چشمه، اونم نه هر فیلری. اگر فیلر توسط یک غیر پزشک یا کسی که آشنایی به آناتومی صورت نداره یا با فیلر نامرغوب انجام بگیره، ممکنه توی شریان‌های نفوذ پیدا کنه که عصب بینایی رو پوشش میدن و باعث کوری بشه. ولی بوتاکس هیچ ارتباطی با این نداره و هیچ کوری تا حالا از بوتاکس دیده نشده. و اینکه گفته میشه بوتاکس وارد مغز میشه، یکی از ادعاهایی که بوده و من خودم توی اینستاگرام دیدم کسانی راجع به این موضوع صحبت میکنن که اصلا پزشک هم نیستن. این که میگن چون بوتاکس رو در سر و نزدیک مغز تزریق میکنیم باعث میشه که این به مغز راه پیدا کنه و این ادعا به شدت خنده داره. شما همیشه هر تزریق رو داشتید توی عضله تزریق کردید، برای سردردتون هم اگه دارو تزریق میکردید توی عضله خاصی تزریق کردید که اصلا ناحیه سر نبوده. کما اینکه اگه قرار باشه ما برای درد مچ پا داروی تزریق کنیم که قرار نیست توی خود مچ پا تزریق کنیم، تا همون عضله که همیشه تزریق میکردیم وارد خون میشه و خون به بافت مورد نظر میرسونه. و اینکه برای مغز اصلا ادعا درست نیست، چون جایی که بوتاکس روش اثر میکنه پایانه عصبیه که جایی که عصب به عضله میرسه و باعث میشه پیام عصبی به عضله نرسه. یعنی این پیام آزاد نمیشه، جلوی آزاد شدن پیام عصبی رو میگیره و هیچ ارتباطی به مغز و راههای مغزی نداره. این ادعا خیلی خنده داره.